با سلام خدمت همه شما دوستان، در خدمت شما هستیم با اخبار فوتبال نبرد. رضا درویش از مدیر عاملی پرسپولیس استعفا داد. هنوز این استعفا رو هیئت مدیره تایید نکرده، باید ببینیم چی میشه. درخواست هواداران استقلال ساپینتو را برگردانید. خیلی از هواداران استقلال در فضای مجازی درخواست کردن که ساپینتو به تیمشون برگرده. باید ببینیم تکلیف چی میشه. گفته میشه مدیران استقلال در دبی با ژوزه مورایس مذاکره کردن. البته بعد از این خبر هیئت مدیره استقلال این خبر را تکذیب کرد. گفته میشه اسماعیل کارتال 2 گزینه برای دروازه‌بانی پرسپولیس برای فصل آینده داره، نیازمند و محمد رضا اخباری. باید ببینیم با کدوم میتونن به توافق برسن. گفته میشه حمید اسکیلی یکی از گزینه‌های مدیر عاملی پرسپولیس هست. باید ببینیم این اخبار چقدر صحت داره. فعلا در حد حرفه. هواداران پرسپولیس به عمری لطفاً به خانه برگرد. خیلی از هواداران پرسپولیس در فضای مجازی از محمد عمری خواستن که به پرسپولیس برگرده.